تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکبر مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد دو کشور را که در گذشته سبب مناقشه و خونریزی شده بود به پایان رساندند. این نوید ساکنان منطقه های نزد مرزی را شاد کرده است که دیگر بین دولت ها مناقشه روی نمی‌دهد. توکه ما هم میخوایم یک روز پاک شود اگر همه دلش وهمانده که وہ جنگ سر شده و زنکو اینوقت زنکو بچه‌چو همش همین پاک شودم ضرر داره با جنگ سر شده گفته. ما هم میخوایم که همین تنجی شود آرامی شود نقض بهبودی شود. بین همین دو قشلاق ما آدم‌های واهاندم نیکای مونده آدم‌های خدمت نکرگی و تندوست ها این چیزا لازم نیه که یک شده گذاشتیم ما باید اولا باید با دوست شویم و همین ما یکمش دولت قانونش رعایت کنیم آنچه که مقامات های بلند همین چیز ما با وظیفه دادیم ما وظیفه باید اجرا کنیم از قهر دل. ساکنان میگویند که بحث و مناقشه های مرزی نه تنها به حالت روحی مردم تاثیر منفی رساندند بلکه بسته بودن سرحد اقتصاد خانواده ها را نیز پست کرده است. آنها امضا شدن سندهای علامتگذاری مرزی را قدم جدی برای باز شدن سرحدها می‌دانند. اکنون بیزنسشون وای شد کن محکم شد. قرقیزستان تاجیکستان. انا به وایش میان نکنم. زیان همین برسیده که سودا. اکو پروداکت ارزان میشد و ارزان میشد همه چیز ارزان میشد. چون که ماندم های و آهندم های یا یک دیگر ایکو با یک دیگر وابسته. طلب ما همین که دوستی شود و حیات ایکو نقش شود. روا شد هر روز ما انتظار ما همین برادرایی که همین بین ما رفیقات تلفن داریم هر روز میگن که بیتون بازاری ما هر روز بازاری این قشلاق میگذاشتیم الا بادکام میرفتیم. من شخصا خودم قریب که یک ماه 3 بار بیشکک میرفتم همین تاکسی کتی بسیار کار نقض میشه. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای او از قرقیزستان قمشبک تاشیف در پیام کوتاه گفتند که مشکل مرزی بین دو کشور به پورگی حل شد و اکنون آن در یک سازشنامه بین دولتی برای امضا به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد خواهد شد. هرچند عملاً راه‌های نزد مرزی گشوده است ولی حدود 3 سال باز مرز تاجیکستان و قرقیزستان رسما بسته است. در این حال ساکنان دو کشور حق ندارند به حدود همدیگر گذرند یا مال و محصولاتشان را انتقال دهند. همکنون با پایان یافتن علامتگذاری مرزی بین کمیسیون دولتی آنها امیدوارند که روا آزاد می‌گردد و با رونق دادن تجارت سطح اقتصادی خانواده‌هایشان را بلند می‌بردارند. در حالی که سنه دقیق گشاده شوی سرحد بین دولتی معلوم نیست، پیشتر مسئولان دو کشور گفته بودند که بعد علامتگذاری پوره مرزی این روند امکان پذیر خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزد مرزی شهر اصفره.